راست اینجا کلتان که چیزایتان به مشکل نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. بیا وای جان اینجا بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحابه کرام وقتی که برای کسی عید مبارکی میگفتن تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. الله متعال از ما و شما اعمال صالحه کل ما و شما را قبول بکنه. و طبعا نقطه‌ای که ما و شما مسلمان ها رو در نظر داشته باشیم، اول خب بر کل دوستایی که در هر جای دنیا هستین براتون میگم که تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. الله متعال اعمال همه ما و شما را به درگاه خود قبول بکنه. چیزی که بسیار مهم است است که عید در اسلام، در نظام فرهنگی اسلام یا نظام ثقافتی اسلام، عید یک عبادت است. این را باید بفهمیم که عید مسلمان های یک عبادت است و وقتی که عبادت شد ما و شما 5 چیز گفته بودیم که نوعیت عبادت، کیفیت عبادت، زمان عبادت، مکان عبادت و تعداد و چیز عبادت، نوعیت، کمیت، کیفیت، زمان و مکان. 5 چیز عبادت این الله متعال تعیین میکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم تبلیغ میکنه. اینال اول در قسمت تعیین عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه منوره تشریف آوردن دیدن مردم عیدهای جاهلیت دارن به نام عید نیروز که عرب ها او از مردم های فارس گرفته بودن، فارسی زبان ها و مردم امپراتوری فارس نوروز میگفتن، باز عربای عید نیروز میگفتن. یک عید دیگه داشتن به نام فارسی ها به نام مهرگان میگفتن و عرب ها باز گاف شبجیم تبدیل کرده بودن به نام عید مهرجان که عید در قدیم یا به حساب موسم گرفته بودن، پاچه ها تعیین کرده بودن، خب پاچه ها تعیین کرده بود، و یا به حساب عبادت که مجوسی ها مثلا روزه می گرفتن باز در روز نوروز عید می کردن. به هر صورت اگر متعلق اعیاد نوروز و مهرجان و دیگه عیدهایی که بودک، کریسمس و غیره، اینال عیدها مربوط به دین دیگر ها می شد، مربوط به پاچه ها می شد و تعیینش از طرف پاچه ها بود و این خلاصه به اسلام ارتباط نداشت. وقتی که دین اسلام آمد و در اسلام هر چیز عبادت است، هر کاری که ما و شما میکنیم خوشی میکنیم، خوشی هم در عبادت حساب میشن. این عید در حقیقت عبادت است برای ما و شما. چرا؟ واذکر الله فی ایام معدودات، وقتی که ما ذکر الله را میکنیم، یا ایام تشریق است، وقتی که میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. اینال عید دو عید در اسلام تعیین شد، یعنی نوعیت عبادتش به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه عید هر کسی به عقیدهش تعلق داره. عید مجوس به عقیده مجوس تعلق داره، عید نصرانی به عقیده نصرانی ها تعلق داره و عید مسلمان ها به عقیده مسلمان ها تعلق داره و عبادت است. چرا ما عید میکنیم عید قربان؟ به خاطر از اینکه بزرگترین عبادت، یکی از ارکان مهم اسلام چی است؟ حج است. به خاطر که مسلمان ها حج میکنن، این مسلمان ها عید میگیرن، قربانی میکنن به خاطر رضایت الله، این چی میکنن؟ تجلیل میکنن، این عید میگیرن. و رسول الله صلی الله علیه و گفت که الله متعال بر شما تبدیل کرده به عوض عیدهای دیگه 2 عید آورده. تبدیل چی معنی؟ تبدیل به این معنی که او رو سوکو تبدیل. حالا تو نمیشه که مثلا ما کس را بگم این موبایل تکت موبایل ما تبدیل میکنی، باز بگم موبایل تو هم از ما باشه، موبایل خودم هم از خودم باشه. بعضی کسا این معنای تبدیل نمیفهمن، از این خاطر زیاد جنجال میکنن. رسول الله صلی الله علیه و زبان عربی واضح هست. رسول الله صلی الله علیه و گفت که عیدهای جاهلیت الله تبدیل کرد به عید اسلامی. و عید اسلامی چی است؟ اینمی عید قربان است، عید اضحی هست و عید رمضان. عید رمضان چرا عید میکنیم؟ به خاطر از اینکه مربوط به یکی از ارکان ها. وقتی که ما و شما طفلک بدیم در طفولیت ما، مادر پدر ما برای ما چی میگه که 5 بنای اسلامی به 5 چیز است: اول کلمه، دوم نماز، سوم روزه، چهارم زکات، پنجم حج خانه کعبه شریف. همونطور میگفت. بناهن رمضان ارتباط میگیره به چی؟ ارتباط میگیره عید رمضان به یک رکن از اسلام که او روزه هست، و عید قربان تعلق میگیره به یک رکن از اسلام که او چی هست؟ حج بیت الله شریف است. اینال نوعیت عبادت تعیین شد، پس این عبادت شد برای ما و شما. اینال وقتی که نوعیتش عبادت شد، کیفیتش هم تعیین شد. کیفیت چی است؟ کیفیتش هم گفت که شما
وقتی که عید میکنین در عید باید چی بکنین؟ صبح که از خواب میخیزین مثلا غسل بکنین، مثلا تکبیرات بگوین، اذکار بگوین. وقتی که در عیدگاه بیاین اینجا نماز بخوانین، خانم ها را هم باید به عیدگاه بیاین، صدقه بکنین، باز قربانی بکنین. در عید مثلا خرد رسول الله صلی الله علیه و حتی خوراک مثلا کیفیتش برای ما بیان میکنه که در عید کلان مثلا حال کس باید نخوری تا که نماز نخواندی، و رسول الله صلی الله علیه و وقتی که نماز میخواند بعد از او باز میرفت خانه یک چیز غذا میخورد. اما قبل در عید فطر او وقت رسول الله صلی الله علیه و اول یک چند دانه خرما میخورد. سعی وقتی که نوعیت عبادت تعیین شد، کیفیت شام تعیین شد. کیفیت چه قسم است؟ که در این عیدها باید معصیت نباشه، گناه نباشه. مثلا دایره زدن از برای کی گفته؟ جاریتان. جاریه در زبان عربی چی را میگه؟ در زبان عربی جاریه دخترکای خردسال میگه. اونایی که زن چاق کټه بخیزه و دایره را بگیره و دنگ 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 دایره بزنه. این فرهنگ اسلام نیست، این فرهنگ بیدینه و اون هست. در فرهنگ اسلامی چی است؟ اگه دخترکای خرد دایره‌کای خرد خدا میگیره دایره میزنه مشکل نیست. و یا بعضیا میگن که جاریه کنیز میگه. خب حالا کنیز نیست. اگر یک کنیز چیز استاش بشه استاش خیلی یک کنیزه که مثلا او کنیز است و او حکم زنهای آزاد مسلمان دیندار داره، او نداره. او اگر کدام وقت مثلا در آنجا کنیزا یگان کار میکنن، لکن در حدیث شریف غالبا علما میگن که دخترکای خرد خود است. بنابراین برای مردای کلان هم شرم است. حالا تو که بعضی مردم میگن ما یک دایره بزنیم، گفتم تو جاری هستی، دخترک هستی، سرت شک داری؟ اگر تو راست بگو، اگر نه که شک نداری پس تو که جاریه نیستی، تو که مرد هستی. برای مرد خود نگفته که دایره بزن، برای زن هم نگفته دایره بزن، گفته جاریه یعنی دخترک. کی جاریه میگن؟ یعنی که به سن بلوغ نرسیده باشه. دخترک 6 ساله 7 ساله دایره که میگیره میزنه خلاص اونجا خوشی میکنن، برای از اون مشکل نیست. اما با مردایی که ماشاءالله ریشش چی میگه دیگه دایره رو بگیره و چی کنه، این کدام کتاب است؟ یا بخیزه برقصه ولا تمشی فی الارض مرحا. آیت قرآن صراحتا است، میگه در راه تو بسیار چم خم نرو. در رقص چی است؟ زیاد مردم تو چم خم میکنن. اینو گفته ولا تمشی فی الارض مرحا. پس وقتی که عبادت میکنیم، وقتی که نوعیت عبادت تعیین شد، کیفیت عبادت هم تعیین شده، از طرف الله تعیین شده و رسول الله صلی الله علیه و تبلیغ کرده و تطبیق کرده. و ما و شما باید احادیث در این راستا در عید هم داشته باشیم. ما چی کارا را بکنیم؟ دشمنی نکنیم. مثلا کس خفه هستیم در این روز به خاطر رضایت الله بریم که چی کنیم؟ امروز پس آشتی بکنیم. این کلش تعلق میگیره. زمانش مثلا زمان عبادت هم الله تعیین میکنه و رسولش تبلیغ کرده. زمان عید اضحی چه وقت است؟ اینمی ذوالحجه هست. صحیح شده؟ عرفات، روز عرفه، روز اول عید، روز دوم عید، ایام تشریق. یعنی زمان عبادت هم و عید فطر هم زمانش معلوم است که بعد از ختم ماه مبارک رمضان در اول شوال چی میشه؟ عید قربان است. پس زمانش هم تعیین شده است و مکانش هم معلوم است که مثلا ما در کجا نماز بخوانیم. نماز عید باید در صحرای کلان خوانده شود و نمازهای دیگه که مثلا حج در کجا شود مکانش معلوم است. یک نفر میگه والا من میخوام در چخچران برم اونجا حج بکنم. نه برادر، مکان حج معلوم است. اونمو مکه مکرمه هست. حتی مدینه مکان حج نیست. مدینه مکان حج نیست. اونجا اگر کس سفر میکنه به قصد نماز خواندن در مسجد نبوی، چرا که در اینجا در حدیث آمده که قصد مسجد الحرام اگر کس سفر میکنه، مسجد نبوی و یا مثلا مسجد قدس، این سه مسجد باز میره برای عبادت. این حال نوعیت عبادت معلوم شد در نظام فرهنگی اسلام که عیدها روزهای چی است؟ عبادت است. صحیح نه؟ خود عید عبادت است، خوشیش عبادت است، ذبح کردن حیوان چی است؟ عبادت است، تقسیم گوشت چی است؟ عبادت است. متوجه هستین؟ که یک از بغل کشی کردن، دوستی کردن، محبت کردن، او را در آغوش خود گرفتن چی است؟ عبادت است. بین مسلمان ها محبت و صمیمیت باشه چی است؟ عبادت است. پس نوعیت عبادت معلوم شد، زمان عبادت معلوم شد، مکان عبادت معلوم شد، کیفیت عبادت و نوعیتش کلش معلوم شد. الله متعال همه ما و شما را توفیق بده که تمام اعمال خود به شکلی بکنیم که در او رضایت الله باشه و رضایت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه و ما و شما در روز قیامت هم تو در زیر بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حشر شیم. عید همه شما مبارک. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.